بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب آمین. فصل اول. قسمت دوم. پیامبر گناهکاران. اگر واقعاً عیسی خود شیطان بود، باید فرمانروایی‌اش را گسترش می‌داد و ارواح شیطانی را به مردم وارد می‌کرد، نه آنکه آنها را از مردم براند. چطور ممکن است انسانی شیطانی باشد اما محصول کارش خدایی و نزدیک شدن به خدا باشد؟ عیسی گفت: اگر من به وسیله روح خدا ارواح ناپاک را بیرون می کنم، پس باید بدانید که ملکوت خداوند در میان شما آغاز شده است. کسی نمی تواند حکومت را از چنگ شیطان بیرون بکشد مگر اینکه نخست او را ببندد. هر کس به من کمک نمی کند به من ضرر می رساند. هر گناهی ممکن است بخشیده شود مگر تحریف و بی‌حرمتی به روح القدس که هیچگاه بخشیده نخواهد شد، نه در این دنیا و نه در آن دنیا. عیسی فردی قانون شکن و نامطلوب شمرده می شد. کاهنان یهود بارها او را آزمایش کردند و به همین نتیجه رسیدند. مثلا وقتی آن زن زناکار را آوردند تا او دستور سنگسار وی را صادر کند، اما او حاضر نشد به سنگسار شدن آن زن زناکار حکم دهد و گفت: بسیار خوب، آنقدر بر او سنگ بیندازید تا بمیرد، ولی سنگ اول را کسی بزند که خود تا به حال گناهی نکرده است. و آخر که همه جمعیت پراکنده شدند، به آن زن گفت: من نیز تو را محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه نکن. چطور ممکن است خداوند رحمت و برکات خود را متوجه چنین فرد ظاهراً بدعتگزار و قانون شکنی سازد؟ مسئله این است که قضاوت‌ها و نظرات خدا بی نهایت حکیمانه و هوشمندانه است. خداوند یک نقطه از آسمان را نمی بیند تا درباره آسمان نظر بدهد، بلکه همه آسمان را، بی نهایت آسمان را می بیند. گذشته ازلی و آینده ابدی آسمان را می بیند و همه نقشه های آسمانی را هم در نظر می گیرد. آنگاه نظرش را آشکار می کند. از نظر کاهنان یهود عیسی فردی شیاد و کلاهبردار بود، شیادی که از همه قدرت‌های شیطانی برخوردار است و حتی می‌تواند با نیروی شیطانیش معجزه کند. او زنان را فریفته و اموال و بعضی از شاگردان دیگرش را هم ربوده است. افرادی مانند یونا، همسر خزا، که از دارایی شخصی خود عیسی و شاگردانش را خدمت می‌کرد. از نظر علما و بزرگان یهود اگر می‌خواستند به زور خود را قانع کنند که این شاید یک انتخاب الهی باشد، عیسی بدترین و نامناسبترین و اشتباهترین انتخاب بود. اما از نظر خداوند عیسی بهترین، عالی‌ترین و استثنائی‌ترین انتخاب ممکن برای القا و دریافت روح خدا و اعلام نظرات خداوند بود. از نظر آنها عیسی فردی محسوب می‌شد که از بدترین محل، از بدترین خانواده، با بدترین تولد، با گذشته‌ای سیاه و مشکوک برخاسته بود. بنابراین نمی توانستند درباره او مسیح بودن و پادشاه الهی بودن را بپذیرند، اما وقتی با اشتیاق و استقبال مردم مواجه شدند، او را پیامبر کافران و دوست گناهکاران و بیدینان نامیدند. پس اگر خداوند به یاد گناهکاران نباشد، به یاد چه کسی خواهد بود؟ اگر هم انسان‌ها پاک و مقدس باشند، دیگر چه احتیاجی به خدا دارند؟ اگر همه ما سالم باشیم، دیگر چه احتیاجی به طبیب داریم؟ همانطور که مسیح فرمود کسی که گمان می کند می بیند، چه احتیاجی به بینش الهی دارد؟ ما نمی بینیم و باید به نابینایی خود معترف باشیم تا نگاه خداوند متوجه ما بشود. ما خوابیم و نباید ادعای بیداری کنیم تا خداوند بیاید و ما را بیدار کند.
رنجوریم و خداوند باید ما را از رنج و ناراحتی نجات دهد. نظرات یک نابینا درباره منظره‌ای که پیش روی اوست چقدر اعتبار دارد و چقدر درست است. به همین اندازه نظرات بشر درباره منظره‌ای که از زندگی در پیش روی اوست بی‌اعتبار است. اصل نظر خداوند و خواست اوست. اگر خداوند چیزی را بخواهد همه جهانیان نخواهند یا بخواهند فرقی نمی کند. همان که نظر اوست انجام می شود. خداوند مثل انسان قضاوت نمی کند. قضاوت انسان به ظاهر است و قضاوت خدا به باطن. خداوند از میان بزرگترین خانواده ها و ظاهراً مناسب ترین افراد در زمان شاول پادشاه داوود را انتخاب کرد. وقتی سموئل نبی سراغ یسا پدر داوود رفت تا ببیند این منتخب خداوند برای پادشاهی کیست، ابتدا فکر کرد که شاید از میان 7 پسر یسا این الیاب باشد که مورد نظر خداوند برای پادشاهی است. اما خداوند فرمود به چهره او و بلندی قدش نگاه نکن، زیرا او کسی نیست که من در نظر گرفتم. من مثل انسان قضاوت نمی کنم. انسان به ظاهر قضاوت می کند اما من به باطن. به همین ترتیب یسا یکی پسرانش را نزد سموئل نبی آورد. اما خداوند هر بار فرمود این همان که من می خواهم نیست. این 7 برادر از جنگاوران و افسران سپاه پادشاه شاول بودند. یسا گفت پسر دیگری هم دارم که از همه کوچکتر است، اما او در صحرا مشغول چرانیدن گوسفندان است. وقتی او را آوردند سموئل پسری شاداب و خوش قیافه را دید که چشمانی زیبا داشت. خداوند فرمود این همان کسی است که من برگزیدم، او را تطهین کن. روح خداوند بر او نازل شد و از آن روز به بعد بر او قرار داشت. سپس سموئل به خانه خود در رام الله بازگشت. شغل داوود چوپانی و نوازندگی بود. از میان میلیون ها خانواده خداوند بر خانواده عیسی دست گذاشت و از بین 8 پسر او بعیدترین را انتخاب کرد، یعنی داوود را. اما دلیل این انتخاب چه بود؟ وفاداری داوود به خداوند، اتکای او به نام خداوند. پس اولین نشانه قدرت خداوند ظاهر شد. او که نوجوانی بیش نبود در برابر پهلوان بزرگ سپاه مقابل که به همه و به خداوند توهین می کرد و کسی جرأت مقابله با او را نداشت، ایستاد و گفت تو با شمشیر و نیزه و زوبین به جنگ من می آیی، اما من به نام خداوند قادر متعال، یعنی خدای اسرائیل که تو به او توهین کرده ای، با تو می جنگم. امروز خداوند تو را به دست من خواهد داد و من سرت را خواهم برید و لاشه سپاهیانت را خوراک پرندگان و درندگان صحرا خواهم کرد. به این وسیله تمام مردم جهان خواهند دانست که در اسرائیل خدایی هست و همه کسانی که در اینجا هستند خواهند دید که خداوند برای پیروز شدن نیازی به شمشیر و نیزه ندارد. آنگاه داوود با یک سنگ کوچک که در فلاخن خود گذاشت پهلوان افسانه‌ای سپاهیان دشمن را از پای درآورد و کتاب مقدس می نویسد که داوود در تمام کارهایش موفق می شد، زیرا خداوند با او بود. بله، خداوند حامی و پشتیبان خدمتگزاران است. و شاول که داوود فرمانده سپاه او بود و بعد از مدتی خود به پادشاهی رسید، انتخابی بر اساس معیارهای بشری نبود. او به دنبال الاغ‌های گم شده پدرش می‌گشت و چون آنها را پیدا نکرد نزد سموئل نبی رفت تا بلکه پولی بدهد و جای الاغ‌های گم شده را بداند. وقتی سموئل او را دید، خداوند به سموئل فرمود این همان مردی است که درباره‌اش با تو صحبت کردم. او بر قوم من حکومت خواهد کرد. وقتی سموئل شاول را از پادشاه شدنش با خبر کرد، او در بهت و ناباوری گفت ولی من از قبیله بنیامین هستم.
قبیله ما کوچکترین قبیله بنی اسرائیل است. خانواده ما هم در بین خانواده های آن قبیله کوچکترین است. چرا این حرف ها را به من میگویی؟ حتی وقتی در بین مردم قرعه انداختند تا نظر خداوند برای انتخاب پادشاه معلوم شود، وقتی که قرعه به نام شاول درآمد، شاول را پیدا نکردند. او از شدت ناباوری و تحیر خود را در میان بار و بنه سفر پنهان کرده بود. وقتی او را پیدا کردند، سموئل گفت: این است آن پادشاهی که خداوند برای شما برگزیده است. در میان قوم نظیر او پیدا نمی شود. پس روح خداوند بر شاول قرار گرفت. من با تو خواهم بود. در واقع خداوند انسانها را حتی پیش از تولدشان انتخاب می کند. منتخبین خداوند از ازل، از هزاران سال قبل از آن که به دنیا بیایند متولد شده‌اند. مثلا خداوند به ارمیای نبی می فرماید: قبل از آن که در رحم مادرت شکل بگیری انتخابت کردم. قبل از آن که به این جهان بیایی تو را انتخاب کردم و معلوم کردم تا در بین مردم جهان پیام آورم باشی. ارمیا در پاسخ به خداوند می گوید: الهی، این کار از من بر نمی آید. من جوانی کم سن و سال و بی تجربه ام. خداوند می فرماید: اینطور نگو. به هر جایی که تو را بفرستم خواهی رفت و هر چه به تو بگویم خواهی گفت. از مردم نترس، زیرا من با تو هستم و از تو محافظت می کنم. پس نظری که خداوند امروز می دهد مربوط به امروز نیست، بلکه این نظر و این خواست از ازل بوده و تا ابد هست. با قضاوت‌های سطحی بشر خیلی بهتر بود که خداوند یک امپراتوری بزرگ برای اعلام پیام‌های خود برمی‌گزید و بنابراین هیچ کس هم قدرت مقاومت در برابر او را نداشت و پیام خداوند هم فوراً به همه می‌رسید و در همه جا عملی می‌شد. اما چرا خداوند این کار را نکرد؟ چرا فرعون را که بر همه چیز تسلط و کنترل داشت انتخاب نکرد و موسی را که مجرمی فراری محسوب میشد انتخاب کرد؟ موسایی که به دلیل فرار از جنایت، فرار از قتلی که مرتکب آن شده و باید در قبال آن کشته میشد به سرزمین مدیان فرار کرده بود. اگر فرعون انتخاب میشد به حساب ما شاید همه چیز در یک روز تمام میشد. تازه همه مصریان و بنی اسرائیل و ملت‌های دیگر هم نجات پیدا می‌کردند. اما این قضاوت‌ها از نظر خداوند سطحی و بیهوده است. حتی خود موسی هم نمی‌توانست به این راحتی قبول کند. گفت: خدایا، من کیستم که پیش فرعون بروم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون بیاورم؟ و خداوند فرمود: من با تو خواهم بود. باز گفت: خدایا، من هیچ وقت سخنگوی خوبی نبودم، نه قبلا و نه حالا که با من حرف زده ای، بلکه لکنت زبان دارم. خداوند فرمود: من به تو قدرت بیان می دهم و هر چیزی را که باید بگویی به تو آموزش می دهم. این چندان مهم نیست که جنس نی از چه باشد، یا اینکه نی را از مرداب بیرون می آورند و با آن فلوت می سازند. مهم این است که نی در دست چه کسی باشد. اگر او یک استاد فلوت زن باشد، با آن نی یا حتی یک نی شکسته می تواند زیباترین و خوبترین آهنگ ها را بنوازد. اما اگر فلوت زن نباشد، حتی اگر بهترین نی طلا و جواهر نشان دنیا را هم به او بدهی فرقی نمی کند. مهم این است که آیا خدا با انسان هست یا نه. اگر خداوند با کسی باشد، او هر که باشد و هر چه باشد، نور و برکت و خوبی ها از او زاییده می شود. او انتشار دهنده نور است. اما اگر با کسی نباشد، حالا هر کس که می خواهد باشد پادشاه یا زاهد 100 ساله فرقی نمی کند. نوری از او منتشر نخواهد شد.
اگر جریان نور نباشد همه لامپ‌های جهان از گرانترین تا ارزانترین ها یکی هستند. اما اگر یکی از این لامپ‌ها روشن شود مهم نیست که چه برچسبی که بر آن زده‌اند چیست، همین که نور می‌دهد زندگی می‌دهد، روشنایی و بینایی می‌دهد، همین کافی است. مهمترین چیز این است که آیا خدا با کسی هست یا نه. از بین میلیون‌ها فرد یک مملکت بعد از پادشاه کدام فرد است که از همه قوی‌تر است، از همه توانگرتر است، از همه اختیارات بیشتری دارد؟ معلوم است که کسی که پادشاه او را برگزیده تا چنین مقامی داشته باشد، کسی که پادشاه بیش از بقیه از او حمایت می کند، در این جهان هم کسی بزرگتر است که خداوند بیشتر با اوست. کسی بزرگتر و بالاتر است که خداوند خواسته باشد. کسی از رحمت و محبت خاص خداوند بهره‌مند است که خداوند او را انتخاب کرده. او هر کسی می تواند باشد و غالباً کسی است که در قضاوت‌های بشری نمی گنجد. البته کدام بشر؟ زیرا بشر امروز قضاوت‌ها و نظراتش با بشر قرن‌ها پیش متفاوت است. اگرچه متکبران و اندیشه‌های منجمد همچنان مانند قرن‌ها پیش می‌اندیشند، اما اکثر مردم به نظرات خداوند نزدیک شده‌اند. اگرچه به آن نرسیده اند، خداوند می‌فرماید همان گونه که آب‌ها دریاها را پر می‌کنند، زمانی خواهد رسید که درک و شناخت بزرگی خداوند جهان را پر خواهد ساخت. و نیز درباره آخرالزمان خداوند می‌فرماید پس از آن روح خود را بر همه مردم با ایمان و خداخواه خواهم ریخت. پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد، پیران شما خواب‌ها و جوانهای شما رویاها خواهند دید. در آن روزها من روح خود را بر غلامان و کنیزان شما نیز خواهم ریخت. علامت‌های عجیب از خون، آتش و ستون‌های دود در آسمان و زمین ظاهر خواهد ساخت. اما هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. تدوین و بازنویسی منصورون.